سلام، با تیرانوسورس ریکس یا همان تیرکس آشنا شوید. به معنای شاه‌سوسماران ستمگر، یکی از بزرگترین و ترسناکترین دایناسورهای گوشخوار تاریخ زمین بود که حدود 68 تا 66 میلیون سال پیش در دوره کرتاسه پایانی و در آمریکای شمالی زندگی میکرد. این دایناسور عظیم و جثه تا 12 متر طول، 4 متر ارتفاع و 6 تا 9 تن وزن داشت و دندانهایش که گاهی به 30 سانتی متر می‌رسیدند می‌توانستند استخوان‌های سخت را خرد کنند. تیرکس با پاهای عضلانی خود توانایی دویدن تا سرعت تقریبی 30 کیلومتر در ساعت را داشت و اگرچه دست‌های کوچکی داشت اما بسیار قدرتمند بودند. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب یادتون نره.